گلهای تازه، برنامه شماره 115 با همکاری هنرمندان محمودی خانساری، اسدالله ملک، فرهنگ شریف و جهانگیر ملک. غزل از حافظ، گوینده رضا معینی، صدا بردار محمد جهانفرد. صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است. وقت گل خوش باد کز وی وقت میخواران خوش است. ناگشود گل نوا با هنگ رحلت ساز کرد. ناله کن بلبل که گلبانگ دل افگاران خوش است. مرغ شبخوان را بشارت باد کاندر راه عشق دوست را با ناله شبهای بیداران خوش است. گرچه در بازار دهر از خوشدلی جز نام نیست، شیوه رندی و خوشباشی عیاران خوش است.
صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است. وقت گل خوش باد کز وی وقت میخواران خوش است. صحن بستان ذوق بخش شد صحبت یاران خوش است. وقت گل خوش باد کز وی وقت میخواران خوش است. صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است. وقت گل خوش باد کز وی وقت میخواران خوش است. جان آخ ناگشوده گل نقاب آهنگ رحلت ساز کرد. ناله کن بلبل ناله کن بلبل که گلبانگ دل افکاران خوش است. یا امید من جان دل
عزیزم جان باستنم آنای دان چنلا مرغ شبخان را بشارت باد چند در راه استان شد. مرغ شبخان را بشارت باد چند در راه دوستان با ناله شبهای بیداران خوشد یا عزیزم من جانم گرچه در بازار ده از خوشدلی جز نامی شیوه رندی و
خوش باشی ایاران خوش است یار عزیز منم از زبان سوسن آزادم آمد به گوش اندر این دیر کهن کار سبکباران خوش است از زبان سوسن آزادم آمد به گوش کاندر این دیر کهن کار سبکباران خوش است کار سبکباران خوش است
از زبان سوسن آزاده ام آمد به گوش، کم در این دیر کهن کار سبکباران خوش است. برنامه‌ای که شنیدید گلهای تازه شماره 115 بود که در ماهور اجرا شد.